هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قیامت می رسد. خداوند می فرماید قیامت را من چنان سخت می کنم که برادر از برادر، فرزند از پدر، مادر از فرزند، پدر و نامه اعمالش را روی ترازو می گذارند، نیکی هایش کم می براید. پیش فرزندش می آید، می گوید میدونی فرزندم، من در دنیا برای تو چه عذابهایی کشیدم و من میخواهم امروز تو به من کمی ثوابت را به من بدهی. فرزند میگوید رحمتی که در دنیا مرا خواندی، کلان کردی و برای من عذاب کشیدی، ولی من نمیتوانم که کمی ثوابم را به تو بدهم. من از تو میگریزم. بینید که قیامت چه دهشتی دارد و من از درگاه خداوند مهربان برای پدران و مادران، خواهران و برادران، یار و رفیقان طلبکار آنم که در روز قیامت در تگ عرش محمدی ما را نگاه بدارد. روز قیامت بسیار روزی سخت است. در این دنیا آفتاب در آسمان چهارم است و پشتش به طرف زمین گردانیده شده است. ببینید که در تابستان چقدر حرارت گرمی دارد که طاقت کرده نمیتوانیم. در روز قیامت باشد آفتاب به آسمان یکم آمده مقدار یک نیزه به بالای سر آدمان می ایستد. زمین چنان می تفسد که آهن را در آتش سرخ کنی همان گونه می شود. در همین روز سختی ما و شما را اول از نماز می پرسند. اگر 5 وقت نماز را در وقتش گذاریده باشی، در همان روز گرما آن سایگی تو می شود که گرمی آن روز را حس نمی کنی. حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم صحابگان را گفتند اگر در پیش خانه هر کدام شما درجه آب روان باشد و شما در آن درجه هر روز 5 مرتبه آبازی کنید، مگر در بدن شما چرک میماند؟ صحابه گفتند نه، نمیماند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که انا همین گونه است نمازی که اگر 5 وقت نماز را در وقتش بگذاری، در بدن تو هیچ گناهی نمیماند. از مادر انس روایت شده است که گفتند ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، ما را وصیت نما. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند گناه را ترک نما، زیرا بهترین هجرت است. فرضها را همیشه انجام میده، زیرا بهترین تلاش است. ذکر خدا را بیشتر نما، زیرا دوست داشتنی عملی که نزد خداوند از تو انجامش میدهی ذکر بسیار نمودن است. فضیلت پرهیز از دنیا. از ابولعباس سهلی ساعدی روایت شده است که مرد نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، مرا به کار دلالت نما که چون اون را انجام دهم خداوند و مردم مرا دوست بدارند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از دنیا پرهیز نما، خدا دوستت می‌دارد و در آن چیزی که در نزد مردم است پرهیز نما، مردم دوستت می‌دارد. رابعه ادویه رحمت الله علیه هر شب طهارت می‌کرد و خوشبویی استعمال می‌کرد. سپس به همسرش می‌گفت آیا نیازی داری؟ چنانچه وی می‌گفت نه. آنگاه شب را تا صبحگاهان در حال نماز به سر می‌برد و اول شب چنین دعا میکرد ای الله، تمام چشمه ها به خواب رفتند و تمام ستاره ها غروب کردند. پادشاهان دنیا در قصرهای خود را بستند و فقط در تو باز است که بسته نمی شود. پس تو ما را عفو نما. شبخیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که در بود به شب در بندند، الا در عاشقان که به شب باز کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.